سلام به همه. امروز من میخوام با شما درباره توییتر نقل کنم. در سراسر جهان از توییتر 340 میلیون نفر استفاده میبرند. در افغانستان، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان این خیلی مشهور است و در تاجیکستان معروفیت پیدا کرده است. من شما را دعوت میکنم که آن را سنجیده بینید. ما همه اینستاگرام و فیسبوک را دوست می‌داریم، اما توییتر اینچنین برتری‌های زیاد دارد. شما می‌توانید به آسانی پیام‌ها را مبادله کنید. درازی نوارها از 1 دقیقه زیادتر کرده می‌شود. شما می‌توانید از کامپیوتر یا تلفن موبایلی ثبت کنید. شما می‌توانید مستقیما به آدیتوریای بسته را بدون عکس یا ویدیو در بر گیرید. شما می‌توانید پیروان خود را بیرون از شبکه اجتماعی خود زود زیاد کنید. و زبان تاجیکی صحیفه‌ها کم وجود دارند، یعنی رقابتی پست. شما مضمون صحیفه را نظارت می‌کنید. چیزی را که به شما معقول است پیروی می‌کنید. چیزی را که به شما معقول نیست پیروی نمی‌کنید. توییتر اینچنین با ویدیوهای یوتیوب خوب کار می‌کند. ویدیو را در کانال یوتیوب خود جایگیر کنید و پس استناد و توصیف را در توییت علاوه کنید. استفاده رمزی اد صحیفه دیگر را وصل می‌کند و در کانال آن پیدا می‌شود. استفاده رمزی هشتگ انتشار خبر شما را آسان‌تر می‌کند. آموزش هشتگ‌های عمومی و مشخص را استفاده برید و با یک چند زبان. اگر لازم باشد، اختصار کنندگان URL را برای پیوندها استفاده برید. برای افزایش دادن پیروانتان در توییتر، شما باید امرهای زیرین را اجرا کنید. پیروی کردن از صحیفه‌های آدمان دیگر، نه تنها تشکیلات‌ها. لایک مانید، مبادله کنید و در دیگر پست‌ها شرح دهید. منتظم فرستید، نه کمتر از 1 مرتبه در 1 هفته. فکرها و ارادهای خود را در موضوعهای جالب مبادله کنید. محتوای شخصی خود را تولید کنید. تصویرها، مم‌ها، ویدیوها یا بلاگ‌ها فرستید. اگر شما می‌توانید با زبان‌های گوناگون، انگلیسی، روسی و تاجیکی نویسید. هشتگ‌ها را استفاده برید و بعضاً صحیفه‌های دیگر یا آدمان را برچسب کنید. تسلیم نشوید. برای زیاد کردن پیروانتان وقت لازم است. اما اگر شما این قدم‌ها را اجرا کنید، با مرور زمان شما موفقیت به دست میارید. گشودن صحیفه خود آسان است. تنها نام خود یا نام ساخته، رقم تلفن و پشته الکترونی خود را علاوه کنید. شما می توانید روی خط صحیفه را برای پیگیری ایجاد کنید. من روی خطی عکسبرداران تاجیکی، مرکزهای امریکایی در تاجیکستان، منبع‌های موسیقی راک و صحیفه‌های جالبی آسیای مرکزی را دارم. وقتی که شما صحیفه را پیگیری میکنید، برای پیگیری صحیفه‌های شبیه پیشنهادها میدهد. شما میتوانید تماس‌های نو را با این راه کشف کنید. چند صحیفه‌ای که به شما شاید جالب باشند اینهایند.
инчунин метавонед ба одамони машҳур бевосита тавассути Twitter паём диҳед ва баъзан онҳо ба шумо ҷавоб медиҳанд. Ба ман паём фиристед ва ман ба шумо посух хоҳам дод. дар ниҳоят ман шуморо даъват мекунам дар озмуни аксҳои мо тавассути марказҳои амрикоӣ ва Twitter иштирок варзед. барои иштирок дар он танҳо ба наздиктарин маркази амрикоӣ тамос гиред. То боздид!